سلام دوستان، حتما براتون پیش اومده مثلا دارین در راه تو جاده دارین رانندگی میکنین، بعد یکی دو ساعت ترمز میزنین، ترمز زیر پدال خالی میشه، کلا میره پایین، ترمز دوم ولی میگیره. مشکل از این لوازم پمپ بالاست، توی اکثر اوقات مال اینه. گاهی وقتا ممکنه چرخاتون هوا بگیره که اون همیشه ترمز بگیره میره پایین، ولی تو این حالتی که گفتم مال اینه لوازماست. لوازمو خراب شده، باید عوض کنین و مشکلش حل میشه. حالا عوض کردنش هم، طریق عوض کردنش هم الان بهتون میگم که اگه روزی خواستین خودتون انجام بدین، چون زیاد سخت نیست، ساده است. بچه این پیچا چون آلومینیومیه سعی کنین با کلاغی باز کنین، وگرنه گلش قاچار بخوایم باز کنیم میپرونه، گلش خراب میشه. همین الان هم با کلاغی به زور باز میشه. خیلی حواستون باشه چون اگر رد کنه دیگه هیهات ذلت ملت. کلاغی رو سفتر کنین که به هیچ وجه رد نکنه. خب اول این دوتا پیچای بوسترش رو باز میکنیم که راحت بشیم. بعد 13 میخوره این پیچا. یکم روغن ترمز از روی این ور داریم بریزین سر پیچ، برای وقتی میخواد باز بشه راحت تر باز میشه. خب پیچاشو کلا بچه باز میکنیم پمپو. اینو زودتر باز میکنم به خاطر این لوله پشتی دیده میشه تو فیلم. این لوله پشتی چون باز نمیشه، اینم باید با کلاغی باز بشه. اینو باید از سر راهش باز کنی، کلا بدی عقب. یه دونه از این پیچا باید وصلش باشه که زیاد بازی نکن. روغن ترمز هر جا بریزه رنگو میبره، پس حواستون باشه جایی که اساسه اگه ریخت آب بریزین روش بچه. خب این پیچ آخری هم باز کنیم و پمپ در بیاریم کلا. البته یه فیش هم داره، این فیش هم در بیارین قبلش. یکم سفته، بعضی وقتا بدخلقی میکنه. این پمپ ترمزتون خیلی راحت در میاد. حالا بریم لوازماشو بیاریم بیرون. افقیش کردی؟ نه دیگه بود، باید قطع کن. بچه این خار رو میبینین با خار جمع کن باید در بیاد، ولی خب ما اینجا خار باز کن داریم، این خار باز کن ولی با همین هم میشه این خار. خب بچه پیچ اینجا رو هم باز میکنیم چون دو تا پستون داره، اینا باید بیاد بیرون. پستون بالا، پستون دومی به این پیچ بسته است، نگاه زد بالا. خب بچه اینو پستون پایینی در بیاد باید تقه بزنید. تقه رو مثلا این زمین بزن، بیا زمین رو بگیر. اینا چیزی که مشاهده میکنه. لوازم ها اینا خراب میشه. این لوازم ها لبش میخوابه به مرور زمان. شما که داری راه رانندگی میکنین لبه خوابیده، روغن میاد پشت اینا. وقتی ترمز میزنین پدال میره پایین، وقتی ولش میکنین روغن رو برمیگردونی پشت، دوباره که میزنین لبه باز میشه دیگه، روغن رد نمیشه. منتها خب قسمت های اضطراری باید درست باشه دیگه. اینا رو لوازماشو باید عوض کنید. عوض کردنش هم کاری نداره، بهتون میگه. داخل این بچه، داخل این فنره یه پیچ 4 سویه، باید بازش کنید. باید بازش کنید که لوازم بالاشو بتونین عوض کنید. اینا حتما بازش کنید. بعضی وقتا سفت باز میشه، مورد داشتیم حتی با کلاغی هم اینو باز کردیم، چون فنر فشار بدی به پیچ بس دسترسی پیدا میکنه. این راحتی. اینم این قطعش هم نیفته، خیلی مواظب باشید بچه‌ها. لوازمو همین به اینا میگن لوازم. این دوتا مال مخزنه، کلا بذارینشون کنار، نیاز نیست عوض کنید. 4 تا لوازم داره. خب
اینا تو این لوازم شبیه به همه ولی ABS خیلی فرق میکنه. خب اینا رو تک به تک جا بزنین، مثلا هر لوازمی که باز کردین تک به تک اونی که باز کردین نوشو بزنین سر جاش، عین همونه بزنین سر جاش که قاطی نکنید. این بهترین حالت. این پراید معمولیه شبیه به همه. بقیه ماشینا مگه باز کردین یه روزی هر چی رو باز کردین بزنین سر جاش، بعدی این لوازماش هم واقعا فرق میکنه با هم و جنس اولیش خیلی بهتر از اینه. خب بچه‌ها لوازم خوب رفتیم گرفتیم، دوستمون لوازم به درد نخور گرفته بود. اینا رو جا میزنیم تک به تک، هر کدومو در آوردین کلا دارم میگم نگاه کنین این گشادتر از مثلا اینه، میبینین سوراخ این. خب شما میرین خیلی مؤدبانه گشادترشو برمی‌دارین اینطوری میذارین اینجا با یه دو سوی چیزی. مواظب باشین که این جنسای زیاد خوبی نیست پاره نشه. بغلاشو چون بغلاش نخوابه یک اینطوری میکنیم میذارین سرش. تموم. این تموم شد. خب بعد میان پیچشو کلا میبندین، این حتما روش باشه. پیچشو میبندیم و این تموم شد. یه چک نهایی و تموم. بریم بعدی. این کشیدنیه، باید بکشینش در میاد این گم نشه. میذارینش این بالا، فنرش هم این طرف، اینو در میاره. یه آبش هم بکشیم چون کثیفه. روغن ترمز با آب راحت پاک میشه، نیازی نیست مثلا بنزین شویی کنیم فلان. یه واشر هم زیرش داره اونم نیفته. تمام. خب اینم باز اورینگ تنگ میخوره، لبه بالا اورینگ تنگه. دوباره باز اینو میذارین. این کارایش چیه؟ کارایش اینه که این از جاش تکون نخوره. فنر هم هست، اینا دیگه تکون نخوره از سر جاش. نگاه کنید بیاد این لبه میخوابه. تمام. این فنر هم میاد بالاش. فنر واسه چیه؟ دو تا فنر داره. شما وقتی ترمز میگیرین این باید برگرده عقب، فنر رو هل میده، پستونا رو میاد عقب. خب این هم لوازم دوم. 4 تا تیکه لوازم داره یا اورینگ میذارین سر جاش. 2 تا سرتنگ، 2 تا گشادتره. اینجا برعکسه، میبینین این میره پایین، این روغن هول میده بالا. این برعکس، این به این سمته، لبه این به این بره. هر چی که باز کردیم با دقت نگاه کنین که اشتباه نکنین. خب جا زدنش هم که راحته. داخل اینم یه انگوش میکشین خط خشی نباشه، اگه داشته باشه لوازمو خراب میکنه که نداره. خب اول پستون پایین اولی رو میندازیم که میره داخل. پیچش هم میبندیم. باید از اینجا با یک دوستو فشارش بدین که فنر هول بده بره جلو. این پیچو ببندین که دیگه در نیاد. نگاه در نمیاد. حالا پیچ چهارسویشو صفر کنیم. خب بچه این لوازمو خوش جا نزنین، سعی کنین چون داخل خوب نمیره. یک کم روغنیش کنین، روغن ترمز بریزین، روغن چیز دیگه نریزین. گریس هم نزنین یه وقت، فقط روغن ترمز. خب بچه این خار انتهاش هم جا بزنیم و بره پی کارش. خار جا زدنش از باز کردنش خیلی راحت تره، چون اینو میدونیم بینه این داخل. بعد یه چیز تیز برمیداری، لبه اینو میدی بره داخل. تمام. فشارش بده جا میخوره. تستش میکنین نکنه. این باید قشنگ بره پایین بالا، گیر نکن. همین راحتی. هواگیری هم بهتون یاد میدم. هواگیری هم باید روی خود کار انجام بدین که اونجا اذیت نشید. یه روغن ترمز جدیدم بذارین، لوازم نوع روغن ترمز کثیف نریزین بهتر. بریم برای روغن هواگیریش.
زرد میخوره، ولی آبی و زرد فرقش رو میخوام بهتون بگم. فرقش فقط توی اون غلیظ بودن و رقیق بودنشه. این تراکم مولکولیش بیشتره، یعنی شما وقتی ترمز میگیری چالی زیر پدال ترمزت کمتره، یعنی یک جورایی سفت‌تر از زرده. بخاطر همین واسه ماشین سنگین به کار میره. تو پراید بریزی زیاد فرقی نمیکنه، یعنی فرقی در هر صورت نمیکنه. منظور این که دیگه شردی نشین حتما زرد بریزین. هواگیریش هم دربشو بده. نگونین 2 تا سوراخ داره، 2 تا سوراخ اول میگیریم، نگونین میره داخل، یک شو ول میکنیم. دوباره یکم فشار سخته، این اگه گیره داشته باشین خیلی بهتره. میره داخل، ولش میکنه. دوباره میره داخل، ول میکنه. وقتی که دادین رفت داخل، نگونین میدی داخل، انگشتو برمیداری. حالا باز وقتی میخوای ولش کنی انگشت تو سوراخ‌ها رو میگیری که هوا رو نکشه داخل. تمام، به این راحتی. دوباره همین کارو میکنی. خیلی آهسته که نپاشه رو خودتون. خیلی خوب، اینجا هواگیری شد. روی کارم برای اینکه تست نهایی بشه هوایی میگیریم، چون گیره ندارم واقعا دارم سرویس میشه. دوستان یه چیزی هم بهتون بگم، روغن آبی وقتی میریزین داخلش یکم هواگیریش سخت‌تر میشه. این یک به خاطر همون غلیظ بودن و اینا، یکم پمپا و پستونایی که داخلش هست دیرتر عمل میکنه. ولی اگه اونجا نتونستین روی کار مثلا به گیره ببرین یا دستتون باشه آب چیز کنین، هواگیری کنین، بیاین اینجا کلا پیچای به سمت بوسترشو ببندین، اینا رو صفر کنین، یه نفر بشینه پشت فرمون، بگین یه پا بگیره، خب اینو شل کنین، یه پا که گرفت یه پیچ شل کنین، هوا میزنه بیرون، ببندینش. مجدد میریم پیچ مثلا این لوله دومی، میگین یه پا بگیره، پیچو شل میکنین، هوا میزنه بیرون، میبندینش. ترمز و پدال رو بعداً ول کنه. وقتی شما این پیچو و این پیچو صفر کردین بعداً شل کنه. متوجه شدین؟ به همین راحتی.